شاید شما هم مثل من فکر میکردید که دوخت این کابل‌های لوازم برقی چقدر سخت و پیچیده است، اما توی این ویدیو بهتون ثابت میکنم که اصلا اینجوری نیست. اگر از اکسپلور ما رو تماشا میکنی حتما یه سر به پیج بزن، کلی آموزش‌های جدید و بروز و درآمدزا براتون گذاشتم. ما برای کشیدن الگوش به چند تا اندازه‌ای که توی تصویر میبینید احتیاج داریم. قسمت بالایی کار، ارتفاع کارمون، کف کارمون و عریض‌ترین قسمت چرخ گوشت رو اندازه میگیریم که حالا روی الگو بهتون نشون میدم. کفی کارمون رو 37 سانت در نظر میگیریم و یک خط عمود به 33 سانت در نظر میگیریم و باقی هم که توی تصویر دقت کنید اندازه‌های کاملش رو براتون زدم. از این الگو 2 تا مشمع برش میزنیم و حالا نواری که قراره به دورش بخوره باید عرض 16 و طول دور تا دور این الگومون باشه، یعنی 33 به اضافه 25 به اضافه 13 و نیم به اضافه 22 و نیم که در مجموع من نوارم 100 سانت هستش. حالا چند سانت اضافه تر گرفتم که ته کار میتونم اضافهش رو قیچی کنم. حالا شروع میکنم به وصل کردن نوار به یکی از کفه ها. نوار رو به همین شکل که میبینید وصل میکنید، میتونم با سوزن فیکسش کنید. به قسمت های گوشه کار که رسیدید کار رو این شکلی به حالت 3 بعدی میگیرید به سمت بالا و با سوزن فیکس میکنید و دور تا دور کارتون رو با نوار اوریب دوخت کنید. به قسمت های گوشه یا کنج که رسیدید پایه چرختون رو بدید بالا، سوزن رو داخل کار بذارید و بچرخونید و به آرومی یواش با دقت بقیه کارتون رو نوار اوریب دوزی کنید. یک سمت از کارمون رو که به نوار وصل کردیم، حالا میریم سراغ رویه بعدی. فقط یه نکته که تو این قسمت دقت کنید که نوارتون که به گوشه های کار وصل میشه دقیقاً روبروی تلق پایینی باشه. مطابق تصویر که میبینید اون یکی تلق ژلاتینی هم به همین شکل روبروی هم دقیقاً به نوارمون وصل میکنیم و دور تا دورش رو با نوار اوریب تمیزدوزی میکنیم. سلام، سونیا امیدی هستم، مدرس دوختای فانتزی و مؤسس برند هنری گیلوز. اینجا کانال یوتیوب ماست و اگر به هنرهای دوختی فانتزی علاقه‌مند هستی حتما کانالمون رو سابسکرایب کن که با آموزش‌های جدید مطمئنم غافلگیر میشی. راستی یادت نره زنگوله رو فعال بکنی که بعد از آموزش‌ها سریع به شما خبر داده بشه. پس به این نکته دقت کنید که موقع دوخت طرف بعدی حتما اضلاع روبروی هم باشن. بعد از اینکه دور تا دور کارمون رو هم نوار اوریب دوزی کردیم، حالا پایین کارمون رو هم دور تا دورش رو نوار اوریب دوزی میکنیم. خودتون دیدید که چقدر آسون بود. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. راستی سیوش کن که گمش نکنی و حتما برای دوستات بفرست، چون مطمئنم اونم مثل تو خوشش میاد. و دوست خوبم اگر از اکسپلور ما رو تماشا میکنی حتما یه سر به پیج بزن، کلی آموزش‌های درآمدزا و خلاقانه براتون گذاشتم. بی‌صبرانه منتظر عکسای ارسالیتون هستم. امیدوارم همیشه پر روزی باشید.